سلام. چطور احوالت؟ رفتیم سراغ اپیزود 3، آخرین موانعی که راجع به ضبط محتوا بعضن آدمای مثل خودمون یا خیلی افراد دیگه دارن. 10 تا کار کردیم، 10 تا راجبش صحبت کردیم. بریم سراغ 5 تای مابقی. بریم. خب ببینیم چیه. نداشتن ایده برای ساختار دوره. این که اصلا خوراکمونه. که به نظرم اصلا میشه کل این 20 دقیقه 30 دقیقه راجع همین صحبت کرد، ولی یه چیزی که خیلی بعضا من میبینم، مثلا طرف یه چیزی مهارت داره توی حرفه‌ای، توی حالا موضوعی، بعد ایده صرفا اولی نیست، بعد میگه خب حالا من چجوری اینو ارائه بدم. من یه زمانی مثلا حالا به دوستانی که همچین چالشایی داشتم میگفتم خب مثلا رول مپ های رقیباتو نگاه کن، آنالیز رقبا انجام بده، بالاخره یه تارگتی داشتن دیگه که تارگتشون حالا با تو توی مسیر بوده. نه، برای چی من از اونو تقلید کنم؟ یه چیز یونیک میخوام برای خودم. اصلا اصل این قضیه به نظرم زیر سواله. من یه مصاحبه میدیدم از کوفاندرهای اسنپ که اینا ایده های مختلفی رو پرزنت میکردن. من صرفا اون چیزی که دیدم رو دارم نقل قول میکنم. اون موقع مدیر عامل اسنپ ژوبین علاقه‌بند بود. بعد داشتم تو مصاحبهش میدیدم، میگفتش که ما داشتیم ایده ها رو پرزنت میکردیم، یکی اومد ایده و حالا موضوع کار رو، یکی اومد گفتش آقا من یه ایده دارم اصلا هیچ جا نیست و شیوه ارائهش حالا هیچ جا انجام نشده و میگفتش که ما هم رفتیم بررسی کردیم، واقعا هم راست میگه، هیچ جا ارائه نشده، هیچ چیزی هم اصلا نیستش. بعد یکی از کوفاندرهای اسنپ روز بعدش گفتش که ژوین اینو کلا ردش کن. من گفتم بابا اصلا این نیست، اصلا وجود نداره. گفت ببین این چیزی که به ذهن خیلیا رسیده یا به ذهن خیلیا نرسیده، اینجوری بگم، حتما بعضیا بودن که به این ایده فکر کردن، حالا اینکه اجرایی نشده، شاید اصلا اجرا نمیشده، شاید اصلا جون نمیگرفته این ایده. یعنی میخوام اینو بگم الان مشکل ایده برای شروع کردن اصلا ایده نیست، ایده انتا ریخته تو بازار، اجرای اون ایده، انجام دادن اون ایده است که مهمه. و ما میتونیم به قول معروف از رول مدلایی که به موفقیت رسیدن استفاده کنیم، آنالیزشون کنیم، شیوه مسیرشون رو بر مبنای مدل خودمون شخصی سازی کنیم و مدلمون رو بچینیم. لازم نیست حتما برای شروع یه ایده واو خفن داشته باشیم برای کار. موافقی؟ دقیقاً. ما تو مبحث بیزینس کوچینگ و کارآفرینی برای ایده های کسب و کاری میایم میگیم که اول یک ایده ای رو هرچند کوچیک، مثلا میخوای ماشین اختراع بکنی، اول باید یه محصول قابل تولید بسازی، در حدی که خودت بتونی بسازی. حتی شده چرخ، یه محصول قابل تولید، قابل استفاده، چرخ. بعد میای یواش یواش اینو بهبودش میدی، MVP میگن معمولا، که مثلا اسکیت براش درست میکنی، مثلا اسکیت یه دونه میسازی، چیزی که محصولی که بتونی اول ارائه بدی، در حقیقت محصول قابل تولید، قابل ارائه، و در حقیقت میری جلو. حالا این توی بحث کسب و کار بود، برای دوره هم همینطوره. برای دوره میتونی از دیگران کمک بگیری، ایده هایی که داشتن و مخاطبینی که دارن، میتونی هم از چت جی پی تی کمک بگیری، میتونی از هوش مصنوعی کمک بگیری، دانای کل واقعا. و کسی که ایده برای دورش نداره راحت میتونه این رو بزنه توی هوش مصنوعی، بگه که فلانی من ایده ندارم، چطور میتونی کمکم بکنی؟ به عنوان یک مشاور تو این زمینه کمکم کن. به نظرم این چیزی گفتی خیلی خوبه. یعنی خودمون سبک فکریمون همه چی رو لرن کنیم، بهش یاد بدیم، حالا با پرامپتایی که می‌نویسیم، بعد بگیم که خب حالا چجوری شروع کنم. عین دوست و رفیق واقعا راهنمایی میکنه، چیزایی که جواب میده. به نظرم خیلی مهمه که حالا یکی از این مسیرها رو انتخاب کنیم، یا رول مدل، یا حالا از یه سری به قول معروف اپلیکیشن‌ها یا پلتفرم مثلا چت جی پی تی یا دغدغه مخاطب هم خیلی خوب میتونه موثر باشه تو ایده. مثلا میبینی مخاطبینت یه ایده بهت بگم خیلی جالب بود، ایده یه دونه پیج این بود
من اینجا چیزایی رو یادت میدم که مامانت بهت یاد نداده. یه چیز دیگه بودا داری سانسور میکنی. نه دقیقاً همین بود. نه اینجوری بود که ننت بهت یاد نداده. این بودش مردونه. کسی که برامون تعریف میکرد اینطوری گفت، ولی تو آیده پیجش اینطوری نوشته بود در حقیقت محتواهایی رو یاد میداد به عروسا که چطور خونه داری کنید. چیزایی بود که مامانت بهت یاد نداده. و برام جالب بود حتی این ایده هم گرفته بود چقدر مخاطب داشت. دغدغه های مخاطب خودش ایده است برای تولید محتوا و تولید دوره. به نظر حرف درسته. بریم بعدی. خب مانع بعدی چی میتونه باشه؟ مانع بعدی زرد کوررنگی که نه زرد. تصور نیاز به محتوای خیلی طولانی. یعنی بعضیا تصور اینو دارن که محتوای خیلی خفن و خاص و طولانی و مدون داشته باشن. همیشه زیاد حرف زدن میتونه انجام بشه و مخاطبین امروزه با وجود پیچیدگی‌های فراوانی که توی دوره ما هست دوست نداره محتوای زیاد ببینه، دوست داره محتوای جذاب ببینه، دوست داره محتوای کوتاه مخصوصا ببینه. زیاد حرف زدن که هنر نیست، جذاب حرف زدن، تاثیرگذار حرف زدن مهمه. ما باید جوری محتوا بسازیم که با وجود این که کوتاه باشه جذاب باشه، تاثیرگذار باشه و اصلا نیازی نیست 200 ساعت دوره ضبط کنید. 200 ساعت که خیلی، 20 ساعت اصلا نیازی نیست دوره ضبط بکنید، تاثیرگذار باید دوره ضبط کنید. آفرین. یعنی در حقیقت یه جنس محتوای کپسولی. من یادمه توی یه مجموعه بودم، ما می‌خواستیم یه دوره براشون ضبط کنیم، دنبال اسمی بودیم که متناسب با جنس دورهشون باشه. گفتیم آقا دوره 5 ساعت بود دادن. گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه اسم جالبی براش داره، دوره کپسولی کم حجم ولی مقوی. یعنی الان به خاطر، حالا نمیدونم درسته یا غلطه، نظر شخصی ما دارم میگم، یه سری اپلیکیشن ها مثل اینستا، مثل یوتیوب یا حالا خیلی چیزای دیگه انقدر با این فیلم های حالا یا کلیپ ها یا ریلز های شورت و این چیزا کوتاه و اینجور موارد انقدری حوصله مردم کم شده که حاجی بابا طرف نمیاد 20 ساعت 30 ساعت 40 ساعت دوره تو رو ببینه، میگه آقا در کمترین زمان بیشترین فایده رو اگه میتونی به من برسون، نمیتونی خدافظ. البته یه سری محتوا هست اصلا لازمش اینه 30 ساعت 40 ساعت 50 ساعت باشه، ولی برای یه محتوای کلی دارم میگم بشه آدم تو 5 ساعت جمعش کنه 10 ساعت جمعش کنه نیاز نداره. آخه ما بعضیا رو دیدیم که میگه نه میخوام قشنگ برای مخاطب جا بیفته. حاجی میخوای قشنگ جا بیفته با مثلا 40 تا مثال میخوای بگی، این قضیه باعث میشه که مثلا همون مثال اول به بعدم دیگه نبینه. تو اگر میتونی یه جوری بگی تو 5 ساعت 10 ساعت جمعش کنی، اون میتونه عقب جلو کنه تا متوجه بشه. اگر محتواتو میشه خوب جمع کرد، نمیشدم که حالا اشکال نداره طولانی تر باشه. یه دوره ای رو از یه استادی دیدم و توبه کردم از خرید دوره این استاد تو دوره های بعدی. انقدرم گفتن، باشونم تعامل داشتم، خیلی هم خوب بود تعاملم، ولی اصلا از دوره نتیجه نگرفتم. انقدر استاد زیاد حرف میزد، یه نواخ حرف میزد، حرفش رو 2-3 بار تکرار میکرد، انقدر مدت دورش زیاد بود که توبه کردم از خرید بعدی. ببینی بعضی ما مرزا همچین چالشی رو دارن، مثلا افرادی که تا به دینجا آفلاین تدریس کردن، مثلا کلاس‌ها و دوره‌های مختلفی به صورت مثلا حضوری گذاشتن، حالا کاری به جنس کاره ندارم، چون مخاطب فیدبک میده، یعنی سر جزء به جزء درس دادنش، مثلا مخاطب میگه اینجاشو نفهمیدم، مثلا طرف فکر کن 10-15 سال اون کار انجام داده، یه سری جا انگار تو مغزش کد شده که آقا مخاطب من اینجا گیر داره، من باید اینو مثلا 2 بار 3 بار تکرار کنم. بعد بنده خدا میخوام اینو بگم خودش هم تقصیر نداره، وقتی میاد تو جنس کسب و کار، مثلا با ضبط دوره است و آنلاین و این چیزا، مثلا اینجوریه که مثلا قرار پکیج ضبط کنه، منظورم اینه، اینجوریه که خب الان مخاطب من به قول معروف کسی که دارم بهش آموزش میدم
من یادمه اینجا رو نفهمید، پس بگم فهمیدی، یه بار دیگه دوره تکرار میکنه، دوره زر جلوتر میره، تو ذهنش کد شده دیگه رو کلاسای حضوری که گذاشته، ولی این تو ذهنش بای دیفالت نیست که حاجی اینجا الان ضبط داره میشه، میتونه بزنه عقب دوباره ببینه، قرار نیست تو یه مطلبی رو 3 بار 4 بار توضیح بدی. یعنی میخوام بگم تعویض فضای کاری ناخودآگاه برای مخاطب یه ذره چالش برانگیزه که آقا تو مدلی که اونجا بودی برای اونجا بود، مدل اینجا یه مدل خاصیه، بر مبنای مدل اینجا کارتو بچین و جلو برو. قبول دارم، موافقی؟ کاملا قبول دارم. بریم بعدی. شما یا منم؟ من شمایی. صورتی دوست داری یاد بردارم؟ صورتی قشنگه. پیرن صورتی. ترس از کامل نبودن محتوا. خیلی دیدم. آره. یه نفس عمیق بکشیم که حسایی میشه راجعش صحبت کرد. یه داستانی که هست اشاره هم کردیم، اونم این که ما وقتی انقدر درگیر این موضوع بشیم که آقا محتوامون جنسش کامل باشه، به قول معروف A to Zش 100% نوشته شده باشه، سناریو آماده، برو بریم. ما خودمون بعضا خب چند تا پلتفرم دستمون دیگه، از چند تا کسب و کار ما خودمون دیدیم آقا اصلا ارگانیک جلو رفتنه خودش یکی از مهمترین به قول معروف پیش‌فرضای هر کسب و کاری که تو میخواد پلتفرم آنلاین کار کنه. یعنی چی؟ یعنی نیاز نیست تو مثلا کل سفر مشتری رو که اصلا استوری های 1 ماه من قرار اینجوری باشه، حاجی نه، شاید مخاطب تو با مدلی که تو چیدی حال نکنه، شاید روی یه مدلی که تو اصلا تو فکرت هم نبوده ریاکت زیادی نشون بده، اینتراکشن بالایی داشته باشه. پس قرار نیست 0 تا 100 آماده باشه، برو جلو، شروع کن، برو جلو، در ادامه توی مسیر دغدغه ها در میاد، وقتی که بیرون اومد رو اون دغدغه ها مانور بده تا محتوات بیشتر ترند بشه، وایرال بشه. اینو میدونی چرا میگم؟ چرا؟ بعضا من دیدم مثلا یه سری حالا دوستانی هستن از همکارای عزیزمون، این داستان برای یکی از دوستانم پیش اومده بود که میگم امیر حسین این تیم تولید محتوا اومده سناریوی 1 ماه و حالا پست و استوری تو این استاش فعال میگه همه رو به من داده، حتی استوریا، یعنی چون استوریا اصل قضیهش اون رئال بودن و به قول معروف تعامل بیشتر و مستقیم با مخاطب دیگه. من خیلی جالب شد، گفتم شاید چون مدل خود ما دیدم این نبودش و هیچ وقت هم این نیست، چون استوری باید چیز بره، رئال بره و تعامل زیادی داشته باشه، نمیشه از پیش برای 1 ماهو چید. گفتم که خب حتما سیاستشون این بوده دیگه، نخواستم حقیقتا بگم، میگم نه خیلی کار غلطی، گفتم برو جلو این چیه دیگه داستان. رفت خوب جلو. آدم روند مشخص بکنه، ولی اینکه 0 تا 100شو بچینه عیناً مثل آره یه سری چیزا تو مسیر مشخص میشه دیگه. گفت رفت، گفتم پول زیادی هم دادیم و واقعا هم زحمت کشیده بودن، من نمیخوام بگم زحمت نکشیده بودن، ولی مثلا روزی 8 تا استوری، روزی 10 تا استوری میذاشتن، ولی مثلا اون فیدبک هایی که به استوریا میدادن، ریپلای هایی که میخورد اصلا راجع به یه چیز دیگه بود. مثلا طرف، مثال میزنم، عکس کیک رو نشون میداد، طرف میگفت خب قهوه‌ای که اینجا سرو میکنی چه مدلیه، ولی بعد استوری بعدی راجع مثلا چه میدونم یه کاپ کیک داره گذاشته میشد. بابا این الان مخاطب دغدغش قهوه است، تو استوری از پیش هم شده راجع به کیک حرف میزنی. می چی میخوام بگم این داستان اینقدری شایع هست که آقا از پیش قرار نیست کل سناریو چیده بشه. ارگانیک جلو رفتن اتفاقا، یعنی متناسب با نیاز مخاطب جلو رفتن، اتفاقا یه چیزی که اگر ما اینو بکنیم یه سرلوحه کارمون، اتفاقا خروجی بهتری میگیریم، نیاز نیست کامل باشیم. ترس از کامل نبودن محتوا یکی از دوستان دقیقاً درگیرش بود. دوست من میخواست یه دوره آموزشی برای دندون پزشکا بسازه و که اون دندون پزشکا بتونن که تولید محتوای پیجشون رو حالا چه خودشون چه دستیاراشون انجام بدن. میخواست دوره‌ای بسازه که نور رو توضیح بده، لنز رو توضیح بده، دوربین رو توضیح بده، نمیدونم میکروفون رو توضیح بده، شیوه گفتن رو توضیح بده. ولی از بس که فکر میکرد که این محتوام کامل نیست، باید من کامل بشم، باید این محتوا رو جمع بکنم تا این دوره رو بسازم، بعد از 3 سال هنوز اون دورش رو شکل نداده
و اصلا منصرف شد از این، فقط به خاطر اینکه میخواست دورش کامل باشه. و این موضوع باعث شد شاید این موضوع جوابش این بود، راه حلش این بود که این چیزایی که بلده رو فعلا انجام بده، این چیزایی که بلده رو فعلا دورش رو بسازه، بعد فیدبک میگرفت از مخاطبینش، یه دونه پلاس بهش اضافه میکرد، یه دونه بخش دوم به اون قسمت اضافه میکرد. آفرین، راست میرفت و آره فکر میکنم جایگزینش اگه این بود میتونست انجام بده. خیلی خروجی بهتری میگرفت. عقب با تو. بریم بعدی. بعدی تو در بیار. خب سبزو داریم. استرس اجرا جلوی دوربین. خیلی از مدرسین که میان و تازه کارن همین استرس اجرا جلوی دوربین رو دارن. به وفور کسایی رو دیدم که حتی مدرس دانشگاه هستن جلوی دوربین استرس میگیرن. ما برای بعضی از این اساتید، برای خیلی از این، یعنی تقریبا همه، سعی میکنیم استرس جلوی دوربینشون رو کم کنیم با یه سری راهکارها. اون راهکارها رو حتما میگم که دوستانمون هم استفاده کنن. یکی از راهکارها اینه که آدم بذاریم برای پشت دوربین و ما به اون آدمه نگاه کنیم. خیلی اوقات نمیشه آدم بذاریم جلو دوربین، یه عکسی و گوشه لنز میچسبونیم به دوربین، یه عکس ایموجی شده حتی، یا یه عکس چاپ پرینت رنگی میکنیم از یه آدم که بفهمیم ما داریم با اون آدم صحبت میکنیم. چون لنز دوربین یه موجود بی‌حس بدون احساسیه که ما هرچی هم باش صحبت میکنیم ازش میترسیم، چون نمیدونیم ریاکشنش چیه. و وقتی یه جوک میگیم مثلا طرف مقابلمون میخنده، میفهمیم که پوینت مثبت بگیریم، میفهمیم که آره کارمون خوب بوده، جواب مثبت گرفتیم، ادامه میدیم. یا اگه بفهمیم طرف گیجه توی صحبت کردن ما، نگرفته اون صحبتمون رو، میفهمیم که دوباره باید توضیح بدیم. در حقیقت اون آدمه اون ریاکشن رو به ما میده. یکی از راهکاراش اینه که ما یا آدم بذاریم پشت دوربین، یه نفر رو ازشون خواهش کنیم که بیاد فیلم برداری کارمون رو انجام بده و اون نگاهش همش به ویزور دوربین نباشه، به LCD دوربین نباشه، ما بتونیم ارتباط چشمی باش بگیریم. این یه راهه. دومی که عکس بچسبونیم گوشه ی لنز یا ایموجی بچسبونیم. سومین راهکار اینه که شاید باورت نشه، یکی از راهکارها تلپرامتره که ما تلپرامتر یه چیزیه که اخبارگوها دارن میزنن روی لنز، میتونن از روش بخونن. اون نوشته ها میتونه تغییر پیدا کنه به صفحه LCD دوربین. یعنی من خودم مثل آینه ببینم توی لنز دوربین. و متنم داره خونده میشه، حتی میتونه متن نباشه، حتی میتونه خود طرف باشه، چون مثلا یه موقعی داره بداهه صحبت میکنه نیاز به متن نداره، خودشو توی LCD میبینه و انگار داره با آینه صحبت میکنه. دیدی با آینه صحبت میکنی چقدر راحت تری؟ خودتی دیگه، خودتی. یکی از راهکارهای دیگه که یه LCD بذاریم که این راهکار ساده تریه، چهارمی شد. آره چهارمین راهکار اینه که LCD بذاریم نزدیک لنز دوربین که یه گوشه چشمی وقتی به لنز دوربین داریم نگاه میکنیم، یه گوشه چشمی به LCD داشته باشیم که خودمون رو داره نمایش میده. و انقدر پوینت مثبت از اساتید گرفتم که ما این کارو براشون انجام دادیم، خودشون رو میبینن، کیف میکنن، ادامه میدن. قشنگ انگیزه میگیرن. دقیقاً. مورد پنجمم اون تصویربرداریه که همراه، حالا چه تصویربردار چه کسی که همراهته، برای ضبط محتوا بهت انرژی بده. آفرین. یه جای کار خیلی ها فکر میکنن که آقا ضبط کردن یعنی این که دکمه رو بزن دیگه، به قول معروف دست به سینه بشون، کار خودش رو بکنه. ولی اتفاقا هنگام ضبط حالا هر محتوا، حالا محتوا باشه دوره است، به قول تو اون کسی که پشت دوربینه شاید مهمتر از خود اون دوربینه باشه که انقدری اون استاد، اون مدرس، اون کسی که اومده ضبط کنه رو بسازه تا طرف توی وضعیت های خودش باشه، با انرژی زیاد، با حال خوب کارش انجام بده و بره جلو. با اساتیدی هم که دوره هاشون رو ضبط کردیم خیلی ها این پوینت رو به ما دادن که شما یه کاری میکنید که ما احساس غریبی نمی کنیم جلوی دوربین. و مثلا میگفتن که استدیوهای قبلی یه طوری بودن که انرژی مثبت رو به من نمیدادن و وقتی اومدیم اینجا شما یه کاری میکنید انگیزه میگیریم از این که جلوی دوربین حرف میزنیم، دورمون هم خیلی بهتر میشه، مخاطبینمون هم میگن که استاد چقدر خوب دارین صحبت میکنیم، بیشتر لذت میبرن.
به نظرم این خیلی نکته خوبیه، یه همراهی پیدا کنن که بهشون توی ضبط محتواشون اهمیت بده، انگیزه بده، انرژی بده و سخت هم نگیره. آفرین. آره البته نه به سهلگیری شما. آره سهلگیری یه مسئله است، این که بی خودی سخت بگیریم هم یه مسئله دیگه است. باید توازن و تعادل رو رعایت کنیم. یعنی این تعادل و توازنی که داریم میگی واقعا خیلی مهمه، چون من خیلی رو یه وقتی سر ضبطی رفته بودم، یعنی فرد ازم خواسته بود برم استاد اون قضیه، رفته بودم بعد دیدم ضبطه تموم شد، یه بالا نیم ساعتش تموم شد، قرارش که ببینیم ببینیم چه جور بوده، فیدبک بدیم، ادامهش رو بریم جلو. استاده اوکی بود، ضبطم به نظر من اوکی بود، یعنی یه سری گیرا داشت که میشه تو تدوین در آورد حالا درستش کرد برای ضبط اول اون روز که حالا طرف شاید خیلی آماده نباشه. استاد اوکی بود، منم حالا برده بود که ببینم این نظر چیزی بدم در حد اندازه حالا اطلاعات خودم، بازم خوب بود، میشه تو تدوین در آورد. فیلم برداره ول نمی‌کنه، یه بار دیگه بریم. استاد میگه بابا کار منه، من اوکی ام خودم، اصلا مشکل نه آقا من تجربه دارم. بعد خدا نکنه یه وقتایی خودم به شخصه میگم دیتامون از یه فرد دیگه توی اون کار کمتر باشه، انقدری افراد من اصطلاح عامیانه‌شو بگم برات صغرا کبرا میشینن که الان این تو تدوین اینش اینجوری نمیشه اونش اونجوری نمیشه، مثال حالا همین کارا رو بگم، بعد تو میگی خب باش از اول بریم چیکار کنم دیگه، من بنده خودم از اول. و یه چیزی برات بگم جالب، اون روز اون استاد همون ضبط نیم ساعته اولو 5 بار انجام داد. بعد آخرش گفتش که آقا نمیخوام، همون اولیه خوب بود. یعنی تو فکر کن 2 ساعت و نیم 3 ساعت زمان گذشت، آخرش برسه همون اولیه خوب بود، اصلا نمیخوام، مشکل به قول معروف ضبط داره، مشکل تدوین داره، همون خوبه، هر چی که هست همون اولیه خوب بود. ولم کن دیگه. می چی میگم؟ یعنی این سختگیری واقعا درستو میگی، بیش از حد باشه خود اون آدم اذیت میشه. آخریو بریم دست شما رو میبوسه. باشه دست منو ببوسه. ترس از اشتباه در بیان، چالش آخر. به محمد رضا، ما اصلا همین 3 تا اپیزودی که تا الان ضبط کردیم خودمونیم دیگه، چقدر توپق زدیم، چقدر به قول معروف حرفی زدیم که شاید مثلا سفت و سخت‌تر، مثلا کتابی‌تر حرف می‌زدیم بهتر بود، ولی پیش رفت. میخوام بگم اینا در طی مسیره و اتفاقا تو وقتی خودت باشی، خود واقعیت باشی، حتی اشتباه بکنی، آدمیزاده دیگه، معصوم که ما نیستیم، اشتباه بکنی اشکالی نداره، کارو بکن انجام بده، به قول معروف پشت گوش انداز، به خاطر حالا یه سری توپق کوچیکی که تو میزنی. قبول دارم، اصلا توپق زدن که کار همه است، هر کسی حرف میزنه توپق هم داره. آفرین. و اصلا نباید حذف بشه به نظرم، هر چی ریل تر باشه خیلی حرفه‌ای تره به نظرم، طرف مخاطب احساس بهتری برقرار میکنه با طرف، ولی بالاخره توپق آدم میزنه دیگه، چه طبیعی. محمد رضا، ما توی این 3 تا اپیزود 15 تا از موانع و باورهای محدود کننده رو بررسی کردیم به انتخاب کارگردان عزیزمون و بررسی کردیم و تموم شد، پروندهشو بستیم. موافقی تا همینجا کات کنیم تا انشالله مطالب دیگر رو در بیاریم با همین بافت و ساختار انشالله ببریم جلو. انشالله. من دوست دارم که مخاطبینی که این ویدیو رو میبینن به ما فیدبک بدن، آیا ما خوب عمل کردیم یا نه، این موانعی که گفتیم و بهش جواب دادیم آیا اینایی بود که درگیرشن یا موانع دیگه ای هم هستش که ما بتونیم کمکشون بکنیم. خیلی خوبه و اصلا اگر راجع به این اپیزودا هر نظری دارن بگن و بعضا برای کسایی که فکر میکنن به دردشون میخوره بفرستن، استفاده تبلیغاتی بکنم، شیر کنید، آقا شیر کنید، تو رو خدا شیر کنید ما متوجه بشیم که آیا دوباره ضبط بکنیم این جنس محتواها رو یا اصلا دغدغه‌شون توی چه بافتیه، توی چه کانسپتیه، با توجه حالا به دیتای حالا نسبتاً جالبی که داریم بتونیم کمکشون کنیم و جلو بریم ان شاء الله. خسته نباشید. خدا نگهدار.